ومحمد رفع الجهالة بالهدى وأباد حكم الجاهلية واصطفى. فالنور يسطع في الحياة مبددا سجف الدجى وضياء أحمد ما اختفى. ولی عزیزم مرگ چیزی است که ناگهان در سراغ تو می آید. او مهمانی است که بی خبر بر صاحب خانه وارد می شود. کدام پیامی برایت نمی فرستد، کدام تاریخی برایت نمی دهد، دروازه ات را تق تق نمی زند، هیچ حجاب و دیواری مانع ورود او نمی شود، رحم بر کوچک و بزرگ نمی کند، گردن کشان را گردن می زند، پسر را از پدر، دختر را از مادر، زن را از شوهر جدا می کند، شهرها و روستاها را خالی می کند، خراب می کند و خانه ها را خالی می کند. آنچه امروز در قربستان می بینید، ریگ ها و خاک ها پراکنده شده و گیاهان خشک شده افتاده روی قبرها، زیر آنها اجساد انسان پوسیده از هم پاشیده شده اند. تو دیر یا زود در همسایگی ایشان قرار می گیرید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید من اکبر الکبائر الشرک بالله، بزرگترین گناهان کبیره شرک آوردن به الله جل جلاله می باشد. آیا در این امتم نیز شرک وجود دارد؟ آیا در این امتم نیز شرک یافته می شود؟ بلی، در این امتم نیز شرک وجود دارد، در این امتم نیز شرک یافته می شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید من یؤمن بالله من یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، آنها اکثرشان به الله ایمان نمی آورند بلکه به همراه ایمانشان شرک هم می کنند، یعنی ایمان آلوده به شرک هستند. وظیفه ما این است که با آنان با ادب سخن بگوییم و از آنان اطاعت کنیم. محمد صلی الله علیه و سلم می فرماید رضای الله تعالی در رضای پدر و مادر است، خشم الله در خشم پدر و مادر است. پس بیایید برای پدر و مادر احترام کنیم و دعای نیک کنیم و سخن نیک بگوییم و رفتار خوب کنیم تا الله از ما راضی گردد. ابو هریره رضی الله عنه روایت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمودند هرگاه خداوند بنده ای را دوست می‌دارد به اهل آسمان اعلام می‌کند من فلانی بنده را دوست دارم شما هم او را دوست دارید. اهل آسمان وی را دوست می‌دارد، سپس خداوند محبتی وی را در قلب مردم قرار می‌دهد و از او خواهان راضی بود. عزیزان، انسانی متقی و پرهیزگار الله تبارک و تعالی دوست دارد. محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بلکه همه انبیا علیه السلام تمام مخلوقات زمین و آسمان او را دوست دارد. يدعو لأمته السلامة واحتفى ومحمد جعل السلام شريعة للدين دل وقد دعا ما أخلفا صلى عليه الله في ملكوته ما حل قلب مطمئن واقتفى.